آغاز یک هفته دیگر رو با هم شما بینندگان عزیز شد باش. میگویم امروز 10 فوریه و ساعت به وقت پراگ هفت است و فرصت است که من برای شما اخبار تاجیکستان جهان رو معرفی میکنم. برای آنکه روزتون رو با رادیو آزادی شروع میکنید می‌نت داریم و حالا رو میاریم به خبرها. سازمان ملل از کشورهایی که شهروندانشان در پناهگاه‌های سوریه نگهداری میشوند خواسته است آنها را زودتر به وطن برگردانند. در پناهگاه‌ها و زندان‌های سوریه نزدیک 100,000 جنگجوی داعش و عضو خانواده‌های آنها نگهداری میشوند. در میان آنها بیش از 570 زن و کودک توجیک نیز هست. ولادیمیر وارانکوف معاون دبیر کل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم در یک گزارش تازه خود گفته است کودکان از جمله آنهایی که با گروه‌های از جانب سازمان ملل متحد تروریستی خوانده ارتباط دارند همچون قربانی پذیرفته شدند. این مقام سازمان ملل متحد گفته است که اکثر زنان در پناهگاه‌ها هنوز در ذهن اندیشه‌های افراطی دارند و با وجود شکست داعش در سوریه و عراق فعال است. او گفته است که زنان عضو داعش در پناهگاه الحال سوریه گروه الحزب تأسیس دادند و 2 زن را برای بد اخلاقی قتل کردند. با گفته او باقی ماندن هزاران مرد و زن و کودک در پناهگاه و زندان‌های سوریه که در گذشته با این گروه تندرو ارتباط داشتند خطر دارد. یک منبع از حکومت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که طرح برگرداندن زنان و کودکان از سوریه نهایی شده است و حکومت بشار اسد نیز به آن رضایت داده است. با گفته او گفتگو با نیروهای کرد جریان دارد. خبرگزاری های روسی از حمله گروهی به 2 زاده تاجیکستان در ولایت مسکو خبر میدهند. هر دوی آنها در حالت وزنین در بیمارخانه قرار دارند. حمله‌وران هنوز بازداشت نشدند. خبرگزاری ها می نویسند که حمله نیمه شب دیروز در نزد قهوه‌خانه زویزدچکا به عمل آمده است. در ویدیوی از جای حادثه نشر شده دیده می شود که حمله‌گران که تقریبا 7 یا 8 نفرند نخست ماشینی را که در داخلش 2 جوان تاجیک 24 و 30 ساله قرار داشتند تیرباران کردند. بعد آن هر دو را از ماشین فرآورده لط و کوب میکنند و با کارت هم میزنند. در آخر یک حمله‌گر به طرف آنها تیر میاندازد. حمله‌وران از جای حادثه فرار میکنند. مقامات انتظامی میگویند از روی این قضیه تفتیشات ادامه دارد. روز 10 فوریه مقامات چین اعلام کردند که شماره قربانی ها از کرونا ویروس در این کشور به 908 نفر رسید. با گفته آنها روز یکشنبه 9 فوریه 97 کسی دیگر به هلاکت رسید که از این بین 91 نفرش ساکن ولایت خوبه سرچشمه سرایت این ویروس در ماه دکامبر می باشند. به قول سازمان جهانی بهداشت فعلا در سراسر دنیا بیش از 40,000 نفر مبتلا ویروس نو هستند. جای یادآوری است که در بیرون از قلمرو چین 350 حادثه سرایت ویروس نو به قید گرفته شده است که از این جمله 1 نفر در فیلیپین به هلاکت رسیده است. مسئولان وزارت دفاع روسیه گفتند در یک هفته اخیر بیش از 140 نفر را از شهر ووهان چین بیرون آوردند. در میان آنها 2 خارجی هم بودند که یکی از آنها از تاجیکستان و دیگری از ارمنستان است. از آنها نام بردن نمی شود ولی مقامات روسیه گفتند این افراد در ولایت تیومن هستند. مقامات تاجیکستان گفتند در ووهان مرکز کشف ویروس خطرناک 58 شهروند کشور می باشند قرار است آنها به واسطه هواپیمای چین به کشور آورده شوند. در پی گزارش‌ها درباره برخوردهای بین قومی در 5 دهه قزاقستان که باعث به فرار بسیاری ها به قرقیزستان شد 9 فوریه بیش از 1000 شهروند قزاقستان از قرقیزستان به وطنشان برگشتند. منصبداران قرقیز به رادیو آزادی گفتند که بعد آغاز برخوردها میان قزاق‌ها و دونگان‌ها که باعث مرگ 10 نفر شده بود تقریبا 4,500 نفر از قزاقستان به قرقیزستان فرار نمودند. در روزهای 8 و 9 فوریه 34 قزاق به شفاخانه قرقیزستان انتقال یافته 13 نفر آنها هنوز هم زیر معاینه طبیبان میباشند. 39 نفر دیگر در شفاخانه قزاقستان بودند. برخوردها در ولایت جنبول 130 کیلومتری غربی شهر الماتا 7 فوریه آغاز یافتند. در پی آن مقامات در ناحیه کرده وضع فوق‌العاده اعلام کردند. ساکنان دهه‌ها با هم زناشویی کردند و خانه‌ها و ماشین‌های همدیگر را آتش زدند. در این بین صدها نفر به قرقیزستان فرار نمودند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر که چند سال باز در وضع بحرانی است برای از حبس آزاد کردن یک هواپیمایش در مسکو تلاش دارد. تاجیکستان این بوینگ را از شرکت لیتوانی اسکای رود لیزینگ به اجاره گرفته بود. اسکای رود لیزینگ شکایت دارد که جانب تاجیکستان 20 میلیون دلار پول اجاره هواپیما بهره و جریمه ها را نپرداخته است و از دادگاه آربیتراژی مسکو خواسته است آن را به حبس بگیرد. مسئولان تاجیک ایر این دعوا را قبول ندارند. آنها میگویند هواپیمای بوینگ 737-300 برای
تشخیص تکنیکی به روسیه فرستاده شده بود و اینک 8 ماه باز در حبس است. بحث شرکت توجیک ایر با همکارش سکای روت لیزینگ اول در دادگاه آربیتراژی ویلنیوس بررسی شده بود. عزیز مت قربانوف معاون رئیس شرکت توجیک ایر میگوید آماده هستند برای مصالحت آمیز و پرداخت یک مقدار مبلغ هواپیمای شرکت را آزاد کنند. به قول او مدیر کلی توجیک ایر در مسکو است و سرنوشت هواپیماها را از جانب دیگر بررسی میکند. مقامات کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ملی تاجیکستان گفتند بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی که با پول قطر در دوشنبه بنیاد شد در آستانه جشن امسال نوروز به استفاده داده می شود. در این باره آژانس عدالت خاور روز 8 فوریه خبر داد. مقامات سال گذشته گفته بودند که مسجد رو در ماه اکتبر میکشند، اما با سبب‌های نامعلوم این کار صورت نپذیرفت. بزرگترین مسجد در تاجیکستان در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده از مسجد بزرگترین تاجیکستان در حال مورد استفاده قرار میگیرد که طی سالهای گذشته ده‌ها عبادتگاه مسلمانان در کشور با بهانه نداشتن سند رسمی و یا موافق نبودن به مکتب و چایخانه و طربخانه تبدیل داده شدند. کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی هر سال در گزارش‌های خود تاجیکستان را برای ایجاد محدودیت‌های دینی تنقید می‌کنند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید با طلب این نهاد دادگاه مرکزی فرهنگی اوکراین را در کشور برهم داد. به گفته مسئولین این وزارت مرکزی فرهنگی اوکراین همچون تشکیلات جمعیتی در ولایت سوف عمل میکرد و طلبات قانونگذاری تاجیکستان را اجرا نکرد. واکنش مسئولین جمعیت به این ادعای وزارت عدلیه فعلا معلوم نیست. درباره مرکزی فرهنگی اوکراین معلومات زیادی در دست نیست و مسئولین وزارت عدلیه میگویند مؤسسان این تشکیلات شهروندان تاجیکستان بوده اوکراین می باشند. به گفته این وزارت فعلا مؤسسان تشکیلات مذکور در خارج قرار دارند. و طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از طرف بانک ملی تعیین شده است، $1 9.69 درهم، €1 10.62 درهم ارزش دارد. قرب روبل روسی در قیاس با هفته گذشته به طور نظر از پایین آمده است. برای امروز 1000 روبل روسی 150.80 درهم مقرر شده است. سپاس میگم از همه شما دوستان برای همراهی و من شما را در امروز باز با خبر تازه منتظر میشوم. روزتان با برور باشد.